اگر یه بچه مسلمان بره در راستی از زنی روس بگیره، اگر روسی کتابی باشه نکاحش درسته به شرط کتابی باشه. لیکن من خیال نمیکنم که دیگه روسی کتابی مونده باشه. روس‌هایی که باشن کتابی باشن، کتابیش میخونه که لا اله الا الله میگه، خدا را یگانه میدونه، عیسی را بچه خدا نمیدونه، عیسی را پیغمبر میدونه، انجیل کتاب خدا میدونه. انا میخونه اگر درست باشه همون دختر گرفته میشه. آن آورد و مسلمان شد و قبول کرد، نکاح دقیقی او چی؟ جایز میشه. لیکن نکاح فقط جایز میشه. پس زندگی او شباد فکرش کردن در کار است که اگر که عملی ایمان دیگه با عهده نگیرد چی؟ کارگوی جنبیزه میشه. تیه دیوس میکنند. همین مردی مسلمان دیوس میکنند. چی خیلی؟ حجاب فرض است. او یک عمر سر ریان گشته است. پس فرض خدا پوشیدن اعضا است. و بگه که بپوش، او میگه نه نمیپوشم. میخوراش که منیوب بگرده. زنی تو باشی، تو مردی مسلمان باشی، زنی تو منیوب بر رانوی پاش، همه ریان در شهر روسیه بگر همه تماشاش بگره تو دیوس چی دیگه. بنابراین خوف است. معمولا صدقه نافله زیاد است. هر چیزی یه سخن خوب گفتن هم صدقه است. یه سنج از قدر 2 کیلو صدقه نافله است. یک مسلمی را دست گرفتن صدقه نافله است. خلاص صدقه نافله زیاد است. اما صدقه واجبه همینا هستند. عشر زمین، حاصل زمینه که گرفتی باید اول حق خدا جدا شود. به اصطلاح امروز نلاگ خدا، چگونه که نلاگ زمین میتیده، نلاگ حکومت و اول نلاگ خدا را میتید. نلاگ خدا چی است؟ عشر است. امام اعظم رحمت الله علیه میگه که اگر خانم‌های شما، زن‌های شما، پیش‌حولی شما اگر یک وجب به یک وجب، زمین شما همه قبل زمین کاران داره، یک وجب بر یک وجب. اگر همینجا اسمه بکارن همین کمپیرکا، اسمه برای قاشکشی 10 بند اسمه شود. اگر همین کمپیر یک بند اسمه با چی؟ عشر زمین بتید حق خدا. یک بند چه بتید؟ اون گکترها و اون نمیدونم خواجگی دهخانی ها و اونها به درجه اعلا باید بتید تا مالاتشان پاکیزه شود. مراد از دادن عشر و مراد از دادن زکات و صدقه های نافله و صدقه های واجبه پاکیزه کردنی، طاهر کردنی مال است. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال. ابن عباس رضی الله عنه میگوید که رسول صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل را به سوی یمن فرستاد، والی یمنش کرد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل را والی یمن کرد، به سوی یمن فرستاد. فقال پیش از آن که برود پیغمبر صلی الله علیه وسلم چند نصیحت کرد. امیر تعیینش کرد، والی یمن تعیینش کرد، امیر یمنش کرد. پیش از آن که برود کار شروع کنه نصیحتش کرد. فقال انک تأتي قوما أهل كتابي فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أتاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. ابن عباس میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل را به یمن فرستاد. پیش از آن که از محضر رسول الله برود به سوی یمن پیغمبر خدا فرمود همان شما به سوی طایفه و قبیله از اهل کتاب می روید. گفت ای معاذ ابن جبل من تو را شهر دوالی کرده روان کردم که امیر کردم که قوم این شهر همش مسیحی است، اهل کتابند.
آنان را به سوی کلمه شهادت دعوت کن که لا اله الا الله محمد رسول الله. وقتی رفتی اولین کارت شروع کارت از همین باشد، دعوت شان که بگو که بگن لا اله الا الله محمد رسول الله. اونا یک عمر تا حاضر اونا عیسوی لا اله الا الله عیسی روح الله میگن. اونا را از این عقیده های پوچ و منسوخ شده شان بگردان به طرف خدای واحد و رسالت پیغمبر راهنما کن. به سوی کلمه شهادت یعنی چی؟ لا اله الا الله محمد دعوت نماید. اگر اطاعت کردن به آنها اعلام نماید که خداوند بر شما در شب و روز 5 وقت چی؟ نماز را فرض کرده است. سراسیمه نشد یک دم باری وزبین اسلام را گردنشان نمان که اونا میترسن. ترسان چه کرد اونا؟ باری وزبین اسلام اونا را زور میبیارن. اول یک مدت از توحید به آنها معامله کن، طریق توحید اونا را به خدا آشنا کن، به خدای واحد، به خدای توانا، به خدای مقتدر آنها را آشنا کن. اگر گرویدن قبول کردن به نیکی پذیرفتن گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، در دلشان در گوششان پوست و رگ و بغم اونها که جا شد این کلمه یعنی به خدا آشنایی پیدا کردن تسلیم شدن، بعد دویم رکن ایمان در گردنشان بگم و بگو که ای مردم شما مسلمان شده؟ ها کلمه شهادت گفته؟ ها خدا را شناخته؟ لا اله الا الله لا خالق الا الله لا موجود الا الله لا رازق الا الله. الله شناخته؟ بله شناخته. انا همون الله مهربان بر دوش شما در یک شبانه روز 5 وقت نماز فرض کرده گرد. ایشم قبول نکنه شروع آساسته بگشانه. زیرا ما در قرآن عظیم شان میخوانیم که الله در قرآن میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. در اسلام اکراه نیست برادر، مجبور نمیتونیم یک کسی بیاریم مسلمانش کنیم، مجبور نمیشود. حالا یک بچه را میبینیم میره در روسیه زن میگیره، زن روس. شریعت محمد علیه السلام خصوصا مسئله های فقهی میگه صحیح است نکاح کتابیت. اگر یک بچه مسلمان بره و در روسیه زن روس بگیره، اگر روسی کتابی باشه نکاحش درسته، به شرط کتابی باشه. لیکن من خیال نمیکنم که دیگه روسی کتابی مانده باشه. روس‌هایی که باشن کتابی باشن، کتابیش میخونه که لا اله الا الله میگه، خدا را یگانه میدونه، عیسی را بچه خدا نمیدونه، عیسی را پیغمبر میدونه، انجیل کتاب خدا میدن. انا میخوایی اگر روس باشه همون دختر گرفته میشه. لیگ اگر یک روس قطاری از زن روس قطاری باشه او را بیارم مجبور بکنه، ظلمش بکنه، بگه مسلمان شو، مطربه میگیرم، نمیشه. در اسلام اکراه نیست، او را اختیار خودش کتی گذاره. اگر با اختیار خودش ایمان آورد و مسلمان شد و قبول کرد، نکاح تو قطعی او چی؟ جایز میشه. لیکن نکاح فقط جایز میشه، پس زندگی او شما فکرش کردن در کار است. اگر که عملی ایمان دیگه با عهده نگیرد چی؟ کاربو ایجام بیزه میشه، تیه دیوس میکند. همین مردی مسلمان دیوس میکند. چی خیل؟ حجاب فرض است. او یک عمر سری لوچ عریان گشته است، پس فرض خدا پوشیدن اعضا است. با بگه که بپوش، او میگه نه نپوشم، میخوراش که منیوب بگرده. زنی تو باشه، تو مرد مسلمان باشی، زنی تو منیوب بگر رانای پاش همه عریان در شهر روسیه بگر همه تماشاش بگر، تو دیوس چی دیگه. بنابراین خوف است که مرد مسلمان دختری مسلمان بگیرد، از این نسلها نگیرد. خدا در قرآن چی میگه؟ لا اکراه فی، شما مجبور نکنید مردم، فقط دعوت بکنه. اگر دعوت تا نپذیرفتن، سخن شما دلنشین شد اونا پذیرفتن، خودشان گرویدن شریعت باشه بیارن ما قبولش بکنیم. لیکن اگر که قبول نکردن باشه قبول نکردن. اگر دعوت تا قبول کردن، تسلیم شدن، ایمان آوردن به خدا، پس واسطه چی؟ بگو که خداوند برای شما در یک شبانه روز 5 وقت نماز رو فرض نمود. اگر نماز قبول کردن، این کافرهای مسلمان شدن.
وقتی نماز بعد امام بود قبول کردن، نمازم خواندن قبول کردن. اگر قبول کردن پس زکات را براشون فرض کن. نماز فرض است. خب اگر قبول نمودن با آنها اعلان نمود که خدا بر شما چی رو؟ زکات را فرض کرده است. اصلا اینا را با وضوع از بین نکنه که اینو میگریزن. یکم کلمه شهادت گرداندن، مسلمان شدن. قینیش این بود، بحر در آمدن. خب دیگر دورین بحر در کیت هم هست و ماهی هم هست، هر چیزی هست، از درون دیگر باید نترسن. هر کی بگه لا اله الا الله محمد رسول الله دیگر بلا با باش میآید. بالای مسلمان بلاهای عظیم میآید. شما ببینید که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه چقدر عذاب کشیدن برای لا اله الا الله. حضرت بلال منخ چه کرد؟ چقدر ضرب بود. ابوبکر صدیق گفت ابو جهل گفت اتقتلون رجلا ان یقول لا اله الا الله. گفت که ابو جهل گفت مردی را میزنی که میگه که لا اله الا الله، مرا میگه میزنیش تو مرد. اینا گفت هر کی میگه لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان اگر عمیق شد بلا با باش میآید. بلا آمدنش سببی رفتن جنتش میشه. جنت هم که نمیتونه مسلمان را ببره. جنت خیلی بلندی های بلند دارش، چقری های چقر دارد، عذاب و مشقت ها دارد. همین چیزا سزاوار میشه و بنده را چی جنت ببره. اگر ایمان قبول کردن، نماز قبول کردن، پس چی؟ بگو همون خدایی که بر شما ایمان فرض کرد، نماز فرض کرد، پس زکات اموال هم چی؟ فرض نمود. خب از ثروتمندان گرفتن و بر بینوایان تقسیم می شود. بعد میان میپرسن زکاتش چیه؟ میگه زکات همین خیلی چیزی است که از بایا مال میگیریم در کمبغلان میتیم. انا میره زکات میدن. حاضر زکات بیزنس شده است. رمضان بود زکات میتیم. مردک مرا زنگ میزنه یا دامنای دیگر زنگ میزنه، سلام علیکم دامنا، ما زکات میتیم الحمدلله خدا مرا زکات کرده است. میشه که می زکات در خواهر کمبغل دار میتیم. بدبخت چرا خواهر کمبغل تا پیش رو میبری؟ نفقه خواهر تو برای تو فرض است. آخر خواهر در چیرکی مال میتیم؟ نه، چیرکی مال در خواهر نته. از همون لبی مال بر بوتش ایده او را، او هم حق داره که از لبی مال برادرش بخوره. چیرک زکات چیرکی مال، چیرکی مال در مستحقش بده. بعد میگه که با این خطا میتر خیلی یزدم در بته میشوه. تو نداری به غیر همیده کسی دیگه در بته. یزدم که باشه خواهر از مال بده قطعی یزده جانت بخره، زکات بر لیادم بیگانه بده. مستحق باشه، کمبغل باشه، مسکین باشه، بیچاره باشه، نیازمند باشه، برد او بده. اصلی زکات همین است که مال از ثروتمند گرفته شود، ستانده شود، زکات شود چه همون نصابش و بر بینوایان چه تقسیم کرده شود. چنانچه اطاعت و قبول نمودن. خب زنهار بر شما لازم است در حفظ اموال نفس آنها مراقبت نمایید. از دعای مظلوم بترس، زیرا در بین دعای مظلوم و خدا حجاب کرده است. بعد گفت که معاذ ابن جبل که اگر بایها ثروتمندا همون اهل کتاب اینا قبول کردن، گفتن ما شما زکات میتیم ایمون بگیره در کمبغلا بده، اگر اینا قبول کردن انا مال و ثروت آنها در چی حفظ شما می شود. شما باید همینا خالصانه و مخلصانه معاذ ابن جبل به مستحقش تقسیم کنید، غدر نکنید، مراقب باش. گفت دیگر اینکه از دعای مظلوم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ای معاذ ابن جبل خود از دعای مظلوم نگاه دار، زیرا که در یمن مظلوم زیاد است. اگرچه اهل کتاب هم باشن، کافر هم که باشن، مظلوم هستن، از دعای آنها نگاه بدار که اونا چی تیری نشان رسه دارن. زیرا بین مظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، بین خدا و بین مظلوم
حجاب و پرده وجود ندارد.